یک سوال داشتم. از یک اهل علم فهمیده بودم که کدام آدمی که اگر در تنهایی ماندگی از گناه می داشتگی تقواش نباشد، الله تعالی و بنده را به یگان عملش نمی نگرد گفته. سوالی من همین بود که همه هم به فکرم تنهایی به گناه میکند، آخر یگان کس پیش آدمان به برآمده نمی کند. چقدر فهمیم همین؟ در تنهایی چیکار کند؟ گناه کند. تقواش نباشد که در تنهایی همون گناه رو نیستاند. الله تعالی بر یگان عملش نمی نگرد گفته فهمیده بودم. نه، به این لفظ نیست. بله، تعریف یعنی که ستایش بسیار هست. الله تعالی میگه که ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة و اجر کریم و اجر کبیر. آنهایی که در غیب از الله تعالی میترسند. مثلا در یک کشور افتادید که هیچ کسی شما را نمیشناسد، هیچ کس از گناه شما آگاه نیست، با وجود همین اگه گناه نکنید. ان الذين يخشون ربهم بالغیب، آنهایی که در غیب، یعنی در غیب از نظر مردم از الله تعالی ترسند، برای این آدم ها مغفرت هست از جانب الله تعالی. یعنی با اون گناه هایی که باید از بنده صادر میشد، یعنی حتمی است، بنده گناهگار است، هزار احتیاط میکنم به یک گناه واقع میشد. برای همون گناه هایی که از بنده صادر میشه، یا اینکه اون عبادت هایی که به طریق باید و شاید از او اجرا نشده هم گناه است. لهم مغفرت و اجر کبیر. برای این آدم ها از جانب الله تعالی مغفرت بر عوض کوتاهی هاشان و اجر کبیر، اجری نهایت کبیر، کلان. و اجری الله تعالی وقتی که کلان میگوید، کلان الله تعالی کلان است، عظیم الله تعالی عظیم است. بنابراین در تنهایی، در پنهانی اگر آدم ترسد، واقعا این دلالت به ایمان او میکند. و کسی که مثلا در پیش مردم خودش به تقوا گیرد و در تنهایی گناهکار باشد، یعنی این یه نوعی درویگی هست که صحابه ها این منافقی فهمیدند و به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده شکایت کردند. و هر حال اکن به گناهی که در حضور مردم است، گناهش عظیمتر است از آن گناهی که در پنهانی اجرا شده است. مثلا یک آدم ناسکش است، در پیش مردم ناس میکشد. یک آدم سیگارت کش است، در پیش مردم در روی آدم میکشد. گناه این آدم فرق میکنه از آن آدمی که در پنهانی حتی همسرش هم نمیداند، از همه گناهش پنهان میکنه. گناهش فرق میکند به هر حال. لیکن والله احق ان تخشاه، الله تعالی سزاوارتر است که ترسید. از این مردم میترسید لیکن از الله تعالی نمیترسید. والله احق ان تخشاه، الله تعالی سزاوارتر است که از او ترسید. این نص آیت قرآن است. بله.